درس امروزی ما اینتگرال ها می باشند. اینتگرال ها این برعکس حاصله است. یعنی اگر در حاصله در اختیار داشته باشیم ما اول فونکسیون داده به ما اول فونکسیون داده می شود و ما از فونکسیون حاصله را می یابیم. در اینتگرال برعکس ما حاصله داده به ما حاصله داده می شود و ما فونکسیون اساسی اولین را یافتن می خواهیم. مثلا یک چند سوال درباره حاصله کار کنیم. مثلا اگر گفته باشد اگر فونکسیون ما 3x کвадрат جمع 5x مینوس 4 است. اگر ما حاصله را یافتن خواهیم چه می نویسیم؟ قاعده حاصل با اختیار اگر داشته باشیم 6x جمع 5 است 4 نام شد. یک نموده ifade نشاندهی، دیگر نموده این ifade نشاندهی هم هست. یعنی ما این با این طرز نوشته میتونیم. یعنی نمودی نشان دادن هر خیلی است، یکی یک معنا دارد. در اینجا جوابش هست جمع 5. اینتگرال در اینتگرال مدو در اینتگرال اشاره اینتگرال چه خیلی است؟ اینتگرال همین چی است و با کدام نامعلوم ما حاصله میگیریم همون میبینیم این اشارتی آن است، نشانه است. بین هر دو همین نشانه ما چی را میمونیم؟ حاصله رو از این مثلا 6x جمع 5 رو مونیم. سوالی اینتگرال همین چی است؟ 6x جمع 5 از کدام فونکسیون حاصلی کدام فونکسیون است؟ یعنی ما اگر ببینیم 3x کвадрат پلس 5x مینوس 4 میباشد. اینتگرال همین چی است. مثلا دیگر سوال کار کنیم. ساده گیریم y برابر x کвадрат حاصلی x کвадрат چی میباشد؟ 2x. اگر فونکسیون ما x کвадрат پلس 5 باشد حاصل این به چند برابر میشد؟ با 2x برابر میشد. اگر فونکسیون ما x کвадрат مینوس 100 باشد حاصل این فونکسیون با 2x برابر میشد. برای چه این سوال دارم؟ وقتی ما در اینتگرال اگر ما حاصل 2x رو داریم اینتگرال رو چقدر نوشته میتونه؟ اینتگرال 2x و چند برابر میشه؟ شما نشه به x کвадрат جمع 5 هم شده x کвадрат مینوس 100 هم خود x کвадрат هم. برای همین نافهمی ها نشود ما هم وقتی که فونکسیون رو میابیم فونکسیون رو ما یافتیم x کвадрат لیکن در پیش اون رقمی به نامعلوم بود یا نبود، رقم کانستانتی بود یا نبود، کدامش نمیدانیم. برای این عمومی می‌نویسیم پلس c. یعنی c در اینجا چی معنی داره؟ یک رقم است، رقمی یگان رقمی که با فونکسیون تعلق دارد. دوام میکنیم. اگر فهمیده باشیم باز دوام میکنیم. باید یک چند مسئله رو بینیم. مثلا ما میدونیم که کوسینوس x dx یعنی حاصلی کدام فونکسیون با کوسینوس x برابر میشه؟ چقدر ما میدونیم سینوس x پلس c هم وقت نوشته میشه. یا اینکه سوال با عوض کنیم 4x در نتیجه 3 dx این کدام فونکسیون میشه؟ x در درجه 4 پلس c. یا اینکه ای در درجه x dx این با چی باید؟ چه کنم میداره حاصل با همون فونکسیون است. با یک مثال رو بینیم 1000x dx چه که ما میداریم این با لوگاریتم برابر میباشد. حاضر اینها رو به قاعده گردانیم. اگر به قاعده گردان نخواهیم چیکار باید بکنیم؟ چه که ما میدونیم در واسطه یک چند نمود فرمولا بودن. در اینجا هم در اینتگرال هم فرمولا به وجود آورده میتونیم. مثلا از حاصله رویم برای حاصله
x در درجه n اینجا خواهم حاصل این رو گفتم ما چیکار میکردیم n و پیش میموند ضرب x در درجه 1 تا کم میکردیم درجه رو در حاصل کم میکردیم و پیش میموند در اینتگرال باشد یک قاعده عمومی میگردونیم x در درجه n dx باشه چیکار میکنیم در اینجا ما در حاصل ببینید ضرب میکردیم مینوس میکنیم در اینتگرال شما اخراج کنید n پلوس 1 درجه رایتن تقسیم n پلوس 1 و درجهش در حاصل ببینید یک تا کم میشد و پیش میکنند اینجا باشد یک تا زیاد میشه و تقسیم میشه و n پلوس 1 یک چند مثال کار کنیم مثلا یعنی ایزد کدام شرط نیست یا به خاطر آوردن شرط نیست کدام فونکسیون چی بود حاصل کدام فونکسیون از روی فرمولا گرفتیم x خوب دیه چیکار میکنیم از روی فرمولا چی گفته میشود یک جمع کنیم تقسیم سه جمعی یعنی این با چی برامونه x در درجه 4 تقسیم 4 پلوس 3 باش 3 رو فراموش کنم پلوس 3 باید نویسیم یا اینکه دیگر سوال یعنی سوال خود زیاد کرده میداریم با رقم منفی رو می‌نویسیم تا dx چی برابر میشدیم با از روی فرمولا چی میگوید یک رو جمع کنیم و همون درجه رو تقسیم کنیم پلوس 3 یعنی جواب ما x در مینوس 9 تقسیم مینوس 9 پلوس 3 میباشد یک چند سوال های مشکل تر بینیم مشکل تر بفتگیم شکلشون همین فرمولا استفاده برده میشه یک شکلشون دیگر خیلی است مثال گیریم x در ریشه یعنی برای این فرمولا استفاده بردن کدام فرمولا را این فرمولا را استفاده بردن باید چکار کرد و درجه باید نویسیم شکل درجه چه می باشد یعنی اینتگرال آغاز ننویسیم x در درجه ریشه که ما میدونیم یک تقسیم دو معنا دارد dx بعد این فرمولا استفاده برده میتونیم یعنی چه می شود یک تقسیم دو جمعیه در مخرج هم یک تقسیم دو جمعیه پلوس 3 یعنی از اینجا معلوم می شود که ختم کنم شد در صورت چی می نویسیم x در درجه 3 تقسیم 2 تقسیم 2 پلوس 3 این همو یعنی شکل دروز است و اگر خواهیم مخرج رو با بالا گیریم 2 تقسیم 3 می شود این درجه چی معنی دارد x کپی در ریشه کادراتی است پلوس 3 یعنی جوابی ما همین می شود یعنی چه که دیده با یک خیلی مثال کار کنیم قطعی درجه و هر خیلی بگیریم مثلا x درجه 4 در اینجا باشد درجه ریشه 50 dx چیکار میکنیم با بینیم شکل کمتر و علمتر است به شکل درست گردانیم اینتگرال x در درجه مینوس 4 تقسیم 5 می شود در وقتی داره 4 تقسیم 5 شکل درجه میشه با بالا گیریم مینوس می شود dx بعد باز این فرمولا رو استفاده میبریم پلوس 1 و با مخرج مینوس 4 تقسیم 5 پلوس 1 بعد این اگر بکنیم یک در 1 تقسیم 5 1 تقسیم 5 پلوس 3 بخشش در این پلوس 3 فراموش کردم و اینجا چی میشود 5 پلوس 3 درس امروزه یکم فرمول اساسی درباره اینتگرال ها همین است